طرف دیگرش هم باید قرینه این طرف ببافیم. همینطور به ترتیب پیش میریم. مثلا یک پای متوسط این آخر میبافیم، یک پای بلند توی پای بعدی همراه با سیم. حتما سیم رو بگیرید همراه با سیم ببافید و بعد شروع میکنیم به زدن 13 تا پای دوبل. بعد از اینکه 13 تا پای دوبل رو زدیم 9 تا پای بلند میزنیم، یک متوسط میزنیم و تمام. پس به همین ترتیب طرف دیگر رو هم باید ببافیم که برگ ما کامل بشه به این شکل. خیلی ما اینا رو بافتیم. حالا میرسیم به انتهای رج. این پای متوسط هم بافتم، نخ رو از پشت سیم رد کردم و پای بست زدم. یه بار دیگه به شما نشون بدم. وقتی این پای متوسط بافتم نخ رو از پشت سیم ها رد میکنیم و به این طرف پای نامرئی یا پای بست میزنیم و سیم رو از داخل این قسمت خارج میکنیم و دور نخ رو دور ساقه میپیچونیم. این از یک برگ زیبای گل لالمون. اینو میپیچونیم قشنگ دورش. و لای برگ و محکم میکنیم، نخ رو قطع میکنیم. خب برای مونتاژ گلمون باید یک ساقه رو از پایین این گل خارج کنیم. نگاه کنید ساقه هم که میتونین از این ساقه های آماده استفاده کنین که توی بازار هست. میتونین هم از سیم مفتول استفاده کنین. میتونین از این سیم مفتولی ها هم استفاده کنین. اگر از اینا نداشتین از اینا میتونین استفاده کنین. سیم مفتولی رو از ته گل وارد میکنیم، وارد باف میکنیم و این قسمت باید چسبکاری کنیم. این از پشت میکنیم که راحت تر بتونیم کاراشو انجام بدیم. گل رو سیم رو ازش رد کردم، یه خورده چسب سر سیم میزنیم و نگه میداریم و با همین نخ حالا حدود نیم سانت کمتر از 1 سانت دور این سیم میپیچیم. نگه میداریم خشک بشه. بعد اینو برمیگردونیم. بعد از اینکه خشک شد ته بافت رو یک کم چسب میریزیم، و توشو الیاف میذاریم. توشو الیاف که گذاشتیم چسب زدیم که الیاف رو بهش بچسبن. حالا سوزن باید بیام وصل کنیم به نخمون. خب نخ رو به سوزن وصل کردیم و وسط گل رو باید پیدا کنیم و کاملا در وسط این نخ رو از طرف دیگه وارد میکنیم. دوباره از پای کناریش نخ رو وارد میکنیم. کار محکم انجام میدیم. حالا این دو طرف رو اینجوری، این دو طرف رو هم باید به هم دیگه دوخت بزنیم. سوزن رو از اینجا خارج میکنیم و کاملا از روبروی اون دوخت رو انجام میدیم. این کار چندین بار باید انجام بدیم که محکم بشه و گل لاله ما شکل بگیره. به این ترتیب محکمش میکنیم و این گل لاله تشکیل میشه. و بعد از اینکه محکم دوختیم نخ رو
از پایین بافت خارج میکنم. خب اینجا رو کمی چسب میزنیم. همین نخ رو دورش میپیچیم کارمون محکم بشه. بعد نخ سبز رو میاریم محکم در ته این کار نخ رو میپیچیم که کار سفت بشه. دور کار میپیچیم. سعی کنیم که این کار رو با دقت انجام بدیم که ساقش هرچه طبیعی تر در بیاد. اینو میپیچیم تا نیمه که اومدیم. اون وقت برگ رو تقریبا اینجوری باید باشه، برگ رو اینجا بهش متصل میکنیم و تا انتها پیش میریم. خیلی خوب، من این گل رو پیچیدم، برگش هم گذاشتم. حالا انتهاشو چسب میزنم و نخ رو دورش میپیچم. در انتها هم نخ رو قطع میکنم. این قسمت برگ رو هم یه خورده چسب میزنم که برگش این شکلی بایسته. میکنیم این قسمت یه ذره چسب میزنیم، نگه میداریم خوش. اینم از گل زیبای لالمون. امیدوارم خوشتون اومده باشه.